مرا پایین نندازین، علاقمندتان هستم. بالا آورد تو را، میتونه کی بالا آورد؟ مرا پایین نندازین، من کدام علاقمندتان تو را هستم. بالا آورد؟ یک دفعه نامش بگی. نامش بگیرم. راست بگو، من نمیگم چیز، والا چیز نمیگم. سگ جنگجو آورد. سگ جنگجو، تو بسیار یک کنی آدم هستی. خود چی میکنی را بالا آوردی؟ چی به درد میخوره؟ چی کنیم این نمونه خدا را؟ خب چند دقیقه باشیم ساعت ما تیر شوم برای شما. چی میگی تو میجا آمدی؟ گپ بزنیم. چی میخوایی تو؟ بگو خواستت چی هستم یالا، چی میخوایی بگو. خواستم یه است که چند دقیقه قصه کنیم. چی قصه؟ گپای خوب بزنیم. نصیحت کو کمی مرا. حالا امریکا آمدیم نظر نمیتی. و چشم تو ریخته، تو از نسیت دیر شدی. تو یک آدم بسیار لچک و پست هستی. من تو را از سابقا میشناسم. من این لچک نیستم. شناخته یک نفر شناختید باش که میگیرم میشناسم، قسم میخوری میشناسم. دروغ میگم، مرا تا هنوز کسی ندیده از نزدیک. زمانی که خودت ایت یک راه انتخاب کردی، فامیل تا پرسان کردی، اجازه گرفتی؟ گفتی که من در ایران میرم، اجازه هست نیست؟ بعد یا گفت برو کار خوب میکنیم. غیر از خودت کدام تا دیگه هم بود یا تناستی در یک فامیل هم تو یک؟ نیمه تنها هم تو شدیم. حوالا که روی به ای آوردی، مردم چی خطابت میکرد پیش از او که بگیری تو مویای تا جور کنی و خب من دو جنسم میگم، حال دختر شدیم، عملیات کردیم. عملیات کردی؟ آه. تو خدا چرا آریانا سعید خطاب میکنی؟ به خاطر که من رقیب آریانا هستم. برو یک زمزمه کن. بی گفتگو با کل و همه آشنا بیا. ادامهش. بی گفتگو با کل و همه آشنا بیا. بیگانه نیستی چی بگویم، آشنا بیا. من میال بر شما یک چیز میگم، منوی فلتر خدا سکونت یک سیاه قچلی هست. من خدا میده دیدیم. ای پس کو خدا. فلتر تا یک دفعه فلتر پس کو من فالوت نکنم، یک استوری برات میمونم. پس نیست فلتر ندارم. ای سیاه ماینا، من تو فلتر را ندارم، میشناسم. نه همین من تو را چیری واقعی میشناسم. هست. من تو را میشناسم. خب تو خب کس بیا در واتساپ گپ بزنیم، همین برای چیری الله بوده در واقعی هست. واتساپ بیا، اینی میشه بیا. واتساپ چی میکنی؟ خب بیا در واتساپ گپ بزنیم، همین چیری واقعی من هست. واتساپ بوده میروز شماره من تبدیل میکنم دیگه، نمیبینم برای همین شماری کسا. ثبتی، شماری تنبتی. نه کدیم بچه ها کد کی در واتساپ گپ زدی؟ سگ جنگجوی گپ زدی کدیش؟ امروز گپ میزنم. چی میگه؟ هیچ میگه کالفرنیاس میگه بیا. با خدا کدیش گپ میزنی؟ بله یا. سگ دیگه، سگی که دو زن داره، ای سگ لچک. با خدا دو تا زن زن داره. داره، ای خب میگه من مجرد هستم. با خدا سگ جنگجو، من خو ینگر دیدی مانا خودت میفهمی. تو بیاد تو لچک فهمیدی، بیاد تو در وایرزی بگو من خود دیدم تو را. مانا من کل چیز تو سگ خبر هستم. استانبول میم یک چند روز بعد قبولی گرفتیم. یگان تا مهمان نوازی میکنه، فالوی میکنه. سلام احترامات. سلام بخیر عشقم، سلام چطور آدم. تو هستی؟ احمق پست کدمی بود شخصی گپ میزنی؟ چی گفته سلام شخصی عشقم، گپ چطور میزنی؟ هستی؟ ای که هست استاد، این معجزه الهی است. من یک شعر میخوایم تقدیمش کنم. سلام عشقم، چطور هستی؟ چطور هستی او خوب هستم. سندرلا؟ خوب هستی؟ تو چی حال داری؟ مگم تو خودت خانم نداری که کسی میری شخصی گپ بزنی؟ حالا آدم در خانه که درخت داشت بیرون جنگل نمیبینه. آفرین. میگم بوسه های روی چرکت نوش جان دیگران، یک نگاه چشم قیچت ما غریبان را بس است. واو. آریانا جان ارایی سرغینم برای. با این شلو چک چتی نگو که یک محترم سیل داره لایفه که بیترامی برش نشه. احمق لچک پست پایین شو. لچک سک بیترامی نکن. خب دیگه چیزت نمیگم دیگه، چیزی که خدا جورت کرده دیگه، خدا که آدم بشرمانه دیگه، ما بنده چی قضاوت کنیم؟ چطور؟ بله یا خدا من نشرمانده. تو نه خب شرمنده. من تو وطنیشم میگم، مثال دیگه که خدا که جور کرده باشه ما کی قضاوت کنیم؟ بله یا. ما
خب حالا چی احساس داری؟ حالا چطور است؟ خوش هستی از اینکه خدای تو جور کردی؟ بله خوش هستم، چرا خوش از اون نباشم؟ کارهای لوچکی را خود نمیکنی که دلایف خودم انداختی و که یک نفر دیگه من شفرکی میگم خودت گپا میگیری دیگه واره خب بس کردی این نمیکنم، من به ایده نمیکنم. برآمدی ها از پشت لایف چی قای به جای میزدی. آفرین. بله چون برام زیاد خیانت میکرد نه مردم. کد کس هم عاشقی کردی از این تیک تاکی ها؟ نام بله نگی یا نام کس نگی نام کس نگی ویدیو میگیرم بعد از فلترش پس کن من چوچه سگ برش میزنم. نه لالا چی میکنی؟ فلترش گناه داره. کی ببخشید من فلتر ندارم. کی عاشقی کردی؟ امروز یک زنگ 4 جان نفر بود در ترکیه عاشقی کردم. نفری هم داشتی؟ نه امروز 4 نفر عاشقی کردم، خیانت کردم با کارش. حالا عاشقی نمیکنم. ولد نمیفهم چی بگویم تو دقیق چی گفته دقیق تو خیانت کردن؟ نمیفهم دیگه، خیانت میکنه دیگه سر دخترها. خاله خود تو دونه بچه که یک جاش حتما بیچاره رفته خیانت کرد. تو چی کنه دیگه؟ حال طرف تو سعی کنه چی بگه تو را؟ او بچه من دختر هستم، الله خواره کن. خواست دخترانه کو خود تو میال گپ میزنی غور غور فکر میکنم کدام بچه است. برو دخترانه گپ دی. ما دختران تر گپ میزنم تو نه. چی میگه میگه که چی میگن؟ میگه این بچه را آوردی خدا دختر جور کرده میگه لایف تا 10 دقیقه بعد قطع میکنی میگه اینو روان نکنی. دروغ میگه مردم. مردم اندازی پایین. من و تو دوست دیرین هستیم استاس. خود دخترانه گپ دی. خب باز بچگانه گپ زدی. و این دختران تر گپ زده به رایست خدا بچگانه گپ میزنی. حواس تا نازک کو. بچه دیگه نمیشه. همین لایف ما ریپورت خود یک کاکگی کنی یک لایک کنی میره دیگه. خب لق لق سایل داره. خیر است که یک تا آنه ای بانو از گفته. ولد تو بسیار یک چیز جالب هستی با وطن داره. میال وطن داره ایران موندین که در پایین چی بگن به تو. ولی من جالب نیستم. اینی آریانا سعید میگه دیگه چی از آریانا سعید تعقیب کردی؟ تقلب کردی؟ تقلب دیگه پیچکاری کردیم خدا. معلوم میشه اینجا تو کشال شده. به یک دختر هیچ خوب نیست اینجاش کشال باشه. تو باید زیاد دخترا این از این چیزا داره دخترا. دبل چی میگیره؟ دبل چی؟ هم قرتر. با دخترها بسیار بد میگه که اینجا داشته باشن. اینا باید بزرگترین فرصت گم کو. من او قدر ندارم، از ما طبیعی است، این معلوم نمیشه. اگه رقمی کنم معلوم میشه. نه بسیار بد میگه. باور کو بد میگه. رقمی کنم معلوم نمیشه. نرمال احساس شد معلوم نمیشه. نه اونو معلوم میشه. به دختر خوبش نمیگی تو. دخترها باید اینجا شون صاف باشه. خود تو مرد هستی خود نه دیگه تغییرات آوردی خیر است. دیگه من تازه تغییرات آوردم. حالا یکی را برات بیارم بچه را بیارم کدید گپ دیان یا دخترها را بیارم کدید گپ دیان داخل چوکات. فرق نمیکنم. دختر باشه بسا امروز دختر. سمارا مونده. چی میگی؟ گپ چی گفتی؟ والا چی شدم به خدا. باشه 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 دروغ تو میگی نه پای. یک دقیقه می بچه ها امی لایف ما را چیز کردم و چیز هم شکایت هم قبول نکرد. میگه که چی شدم. او بچه تو چقدر نجس آدم بودی تو مردکه کدی سر کلیت فامیدی آمدی جک زدی لایف ریپورت زدن. کی را میگی؟ من میگی؟ خیلی کی را میگم دیگه. تو اومدی سفر اون ریپورت سر کنه. کلمه این مویای خودم هستین این مویای خودم. با تیک تاک بگو که بگو من بگو زن هستم. بگو مردم مرا بچه فکر کرده. بگو بین بیانم بینه هر کسی erkek istiyor. Lütfen beni kalyon. پایین شو تو رو دو دفعه میارم بالا به زبان تو رو نفهمیدم چی میگی تو. پایین شو.